شعیب صافی رئیس اتحادیه اصناف دارو در شهر مزار شریف میگوید با گذشت هر روز افغانستان به خودبسندگی میرسد. وی با اشاره به واردات کالاهای تجارتی مانند دارو گفت در سالهای گذشته نزدیک به 1 میلیارد دلار آمریکایی دارو از بیرون افغانستان خریداری و وارد کشور میگردید که با به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی سرمایه گذاران قادر شدند تا با تولید کالاهای با کیفیت وطنی میزان واردات این کالا را کاهش دهد. با گفته وی 25% نیازمندی های مارکت کشور را تولیدات داخلی تامین میکند. تقریبا حدود 1 میلیون دلار ما دوا تولید میکردیم. صرف در قسمت تولیدش تا باز آمدن امارت اسلامی و ایجاد امنیت و صلح تحصیلی تاجر متشبثین خصوصی تانستن جرأت پیدا کنند که به سرمایه گذاری کنند. در این بخش ما فعلا در حدود تقریبا 25% از تولیدات ما وطن استفاده میکنیم. آقای صافی از تلاش و پیکار گسترده تولید کنندگان داخلی اطمینان داده یادآور شد که با استانداردهای پذیرفته جهانی آنان سعی دارند تا زمینه رشد و پیشرفت را در عرصه تولید و عرضه خدمات بهتر دارویی برای مردم ایجاد نمایند. ما از کیفیت عالی برخوردار باشد بیم ما و مطابق نرم استانداردی که برشون از طرف وزارت صحت عامه یا ریاست دوا و غذا داده میشه با اون نرم تولید شود و میتونن زمینه رشد ازی بیشتر شود نه کمتر. و فعلا امیال اکثرا دوایی که تولید میشه در داخل وطن هم مصرف میشه. یعنی به این معناست که همین تولیدات به مصرف میرسه که دوباره پس تولید شروع میشه. بر اساس آمارهایی که از سوی مسئولان اداره غذا و ادویه ولایت بلخ ارائه میگردد نزدیک به 50 کارخانه تولید داروسازی در کشور فعالیت میکنند که 25% نیازمندی های مارکت افغانستان را تامین مینماید.